عزیزان، با سلسله برنامه‌های کوچه هفتم اینک برنامه ویژه‌ای را تهیه دیده‌ایم از تمامی اعضای تیم سریال یوسف پیامبر. خب از عزیزان این سریال میشنویم، پس در کوچه هفتم باشید و از زیبایی‌ها لذت ببرید. من خود را خادم مردم مصر می‌دانم، نه بزرگ و سرور و صاحب اختیار آنان. از شما مردم مصر می‌خواهم یاریم کنید تا وظیفه خدمتگزاری را به درستی به جای آورم. من قبلا نه، اولین کار منه. قبل از اینکه یوسف رو یعنی تو سن 22 سالگی کار کردم و به قول بچه‌ها وقت نشد کار دیگه انجام بدم. سریال حضرت یوسف من نقش هرم‌هوب که فرمانده لشکر مصر بود و داشتم. افتخار این رو داشتم که نقش خوفو کاهن قصر زلیخا رو بازی میکردم. چی شده است بانوی بزرگ؟ این وقت شب آمون خواب است. من لیلا بلوکات، الان حدود 12 ساله که دارم کار میکنم. تو فیلم و سریال‌های خیلی زیادی هم حضور داشتم. چه شده؟ باز چه میگویی؟ یعنی تو تعبیر خواب میدانی؟ نه من معبری توانا میشناسم. آیا میدانید اولین صحنه‌ای که در این سریال فیلمبرداری شد کدام است؟ مصطفی زمانی که نقش یوسف پیامبر را بازی کرده برای ما میگوید و همچنان از خوفو بشنوید، یکی از کاهنان معبد آمون که چی تعریف از نقش خود داره. اولین صحنه این سریال مربوط میشه به زندان زابیرا، جایی که من شلاق خوردم و دارم با رئیس زندان صحبت میکنم که زلیخا باعث شده که من شلاق بخورم. شلاق. من میخواهم اون شلاق بخورد و من صدای ناله هایش رو بشنوم. خب الان خیلی مدت زمان طولانیه که گذشته، حداقل توی ایران که این پخش این سریال تموم شده. از کودکی وصف شما را بارها شنیده بودم، اما آنچه را که میبینم فراتر از شنیده هاست.